شوک بزرگ ایران به ناوهای آمریکایی، فروش اسکادران F-35 به نزدیکترین همسایه ایران، تقویت ارتش لبنان توسط آمریکا برای رویارویی با حزب الله و شناسایی و رهگیری 5 پهپاد نظامی بر فراز پایگاه هسته‌ای فرانسه. درود شنوندگان و بینندگان محترم، مشروع خبرها را بشنوید. در آخرین اخبار از تحولات منطقه، نشریات خبری گزارش کردند که یکی از اتفاقهای مهم رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه، رصد ناوهای آمریکایی حاضر در آبهای منطقه و هشدار به آنها بابت نزدیکی به منطقه عملیاتی رزمایش بود. هشداری که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و آمریکایی داشته است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد ناوشکن USS روزولت یا DDG-80 نیروی دریایی آمریکا که در خلیج فارس مستقر است، از سوی پهپاد مهاجر 6 شناسایی و رصد شده است. همچنین گفته می‌شود ناو کلاس ایندیپندنت نیروی دریایی آمریکا نیز در جریان رزمایش توسط پهپاد مهاجر 6 شناسایی و از آن تصویر برداری شده است. بر این اساس یکی از اتفاقهای مهم روز نخست رزمایش هشدار به یک ناو آمریکایی بود که در نزدیکی محدوده رزمایش حضور داشت. مجله آمریکایی نیوزویک عصر جمعه در گزارشی با اشاره به اینکه ایران به آمریکا هشدار داد از رزمایش دریایی سپاه دور شود نوشت: نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشتی‌های جنگی ایالات متحده در خلیج فارس هشدار مستقیم داده و به آنها گفته است از رزمایش نظامی جاری این نیرو فاصله بگیرند. در گزارش این رسانه آمریکایی آمده است: این هشدار در حالی صادر می شود که تهران رزمایش گسترده‌ای را در سراسر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار کرد. رزمایشی که برای نمایش آمادگی دفاعی و قابلیت‌های بازدارندگی ایران طراحی شده است. در ادامه گزارش نیوزویک درباره دلیل اهمیت این هشدار تصریح شده است: این هشدار پس از جنگ 12 روزه و حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران اهمیت دارد. در این گزارش افزوده شده است: رزمایش دریایی سپاه و هشدار صریح به کشتی‌های جنگی آمریکایی نشان می‌دهد ایران آماده دفاع از آب‌های خود و اعمال کنترل بر کریدورهای دریایی استراتژیک است. خلیج فارس و تنگه هرمز شریان حیاتی برای حدود 1/5 از عرضه نفت جهان است. بنابراین هر گونه تشدید تنش می‌تواند بازارهای انرژی را مختل کند و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی را در سراسر اروپا، آسیا و فراتر از آن افزایش دهد. نیوزویک به ویژگی‌های رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه نیز پرداخته و نوشته است: در این رزمایش سامانه‌های دفاعی و تهاجمی پیشرفته ایران که با هوش مصنوعی تقویت شدند به نمایش گذاشته شد. مقام‌های ایرانی گفتند که این رزمایش فرصتی برای بهبود آمادگی و تاکتیک‌های عملیاتی فراهم و هماهنگی بین واحدهای موشکی، پهپادها و سامانه‌های جنگ الکترونیک را برای تقویت توانایی نیروی دریایی در شناسایی و پاسخ به تهدیدها تقویت کرده است. در ادامه این گزارش افزوده شده است: مقام‌های ایرانی می‌گویند رزمایش نیروی دریایی سپاه هم به کشورهای همسایه اطمینان خاطر می‌دهد و هم هشداری روشن به دشمنان است، مبنی بر اینکه هر گونه محاسبه اشتباه با پاسخی قاطع روبرو خواهد شد. این رزمایش همچنین تعهد مداوم ایران به رزمایش‌های منظم در مقیاس بزرگ برای حفظ آمادگی و بازدارندگی دریایی را برجسته می‌کند. این رسانه آمریکایی به چشمانداز تحولات پیش رو نیز اشاره و عنوان کرده است: با توجه به اینکه نیروهای آمریکایی هنوز در منطقه فعالند، تحلیلگران انتظار دارند تهران به استفاده از رزمایش‌ها و هشدارهای دریایی به عنوان اهرم استراتژیک به ویژه در اطراف تنگه هرمز ادامه دهد، در حالی که واشنگتن در حال بررسی اقدام‌های بعدی خود در پاسخ به موضع قاطع ایران است. از سوی دیگر گزارش شده تام باراک سفیر آمریکا در آنکارا گفت که ترکیه در آستانه کنار گذاشتن سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه است و بدین ترتیب این کشور قادر خواهد بود جنگنده‌های رادارگریز F-35 از آمریکا خریداری کند.
به گزارش بلومبرگ، باراک جمعه در یک کنفرانس خبری در دبی در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیه در حال کنار گذاشتن سامانه S-400 روسیه است گفت بله. بر اساس این گزارش سامانه S-400 در ترکیه موجب تنش میان این کشور و سایر اعضای ناتو شده است و آنکارا نمیتواند از آمریکا جنگنده F-35 خریداری کند. ترکیه همچنین موشک‌ها، رادار و سایر تجهیزات S-400 را در اختیار دارد اما از آنها استفاده نمی‌کند. باراک اظهار کرد به عقیده من این مسائل در 4 تا 6 ماه آینده حل خواهند شد. ترکیه حدود 1 دهه پیش سامانه S-400 را از روسیه خریداری کرد که موجب اخراج آنکارا از برنامه توسعه F-35 و وضع تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های نظامی ترکیه شد. ناتو اعلام کرده است در صورتی که ترکیه S-400 را در کنار جنگنده‌های F-35 استفاده کند، ممکن است که روسیه به اطلاعات حساس دست پیدا کند. همزمان با این تحولات به گزارش رسانه‌های آمریکایی، پنتاگون اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا با یک قرارداد احتمالی فروش تجهیزات نظامی به ارتش لبنان به ارزش تقریبی 90 میلیون دلار موافقت کرده است. قرارداد نظامی شامل خودروهای حمل و نقل نظامی، تجهیزات تاکتیکی مرتبط و خدمات پشتیبانی و آموزشی خواهد بود تا ارتش لبنان بتواند از این تجهیزات به طور مؤثر بهره برداری کند. پنتاگون تاکید کرد که هدف اصلی این اقدام افزایش توان عملیاتی ارتش لبنان و ارتقای قابلیت‌های آن در شرایط میدانی است. این موافقت در حالی صورت می‌گیرد که لبنان با افزایش تنش‌های مرزی در جنوب کشور مواجه است و تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس بین لبنان و رژیم اسرائیل و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها ادامه دارد. به نوشته رسانه‌های لبنان، این قرارداد همچنین بخشی از همکاری‌های نظامی مستمر میان آمریکا و لبنان محسوب می‌شود که شامل آموزش‌ها، کمک‌ها و تجهیزات دفاعی مختلف است. با این حال وزارت دفاع آمریکا توضیح داده است که این توافق هنوز در مرحله موافقت اولیه قرار دارد و نیازمند تکمیل روندهای رسمی و امضای نهایی پیش از اجرایی شدن است. و اما در آخرین بخش از اخبار از اروپا گزارش رسیده در پی هوشیاری بالای کشورهای اروپایی در برابر احتمال مداخله خارجی در سایت‌های حساس، ارتش فرانسه 5 فروند پهپاد را که بر فراز یک پایگاه زیردریایی هسته‌ای در سواحل اقیانوس اطلس شمالی این کشور مشاهده شد، رهگیری و خنثی کرد. کاترین وترن وزیر دفاع فرانسه این حادثه را روز جمعه تایید و اعلام کرد که پرواز بر فراز پایگاه‌های نظامی در این کشور ممنوع است. این پهپادها شب پنجشنبه در شبه جزیره ایللونگ در منطقه بریتانی رهگیری شدند. وزیر دفاع فرانسه افزود که منشأ این پهپادها نامشخص است. این شبه جزیره در منطقه فینیستر شمال فرانسه واقع شده و یک منطقه کاملا حفاظت شده است که چندین زیردریایی هسته‌ای بخشی از زرادخانه بازدارندگی هسته‌ای این کشور در آن نگهداری می‌شوند. متشکرم و سپاسگزاریم از توجهتون به مشروع خبرها این ساعت و از شما دعوت می‌کنیم همچنان برای آگاهی از آخرین اخبار روز با کانال خودتون همراه باشید.